یه نفر میره بانک وام بگیره، ضامن نداشته منفجر میشه. امروز یا حتی امشب یا حتی همین الان اومدم با سمهای جدید. سم جدید چیه؟ یک سری کتابچه هایی هست به اینا میگن سم جدید و این کتاب ها هم بسیار زیادن و یک زمانی این کتاب ها خونده میشدن و نمیدونم چرا واقعا ما از این کتاب ها لذت میبردیم و میخندیدیم. این سم اصلیه، این سم اصلیه و همینطور این. الان قرار رو براتون کتاب بخونم و شما هم قرار لذت ببرید. مثلا SMS های اینترنتی. ببینید اینجا رو ما باز میکنیم و خیلی جالبه. من قدیم ها اونایی که خیلی باحال بودن و تیک زدم روش که مثلا اینا خیلی باحالن. مثلا یه دونه از جوک اینه: یه روز به غضنفر میگن میدونی آبشار چیه؟ میگه آره، رودخونه دیواری. درد و نفرین. حالا یه دونه دیگه: یه نادان یهو بی هوا میاد تو اتاق خفه میشه. غضنفر مهم میشه، زیرش خط میکشن تو امتحان میاد. حالا این یکی رو ببینید، این یکی دیگه به نظر من ته ماجراست. طرف زنگ میزنه 118 میگه یه 110 بفرستید بقیه‌اش رو هم آدامس بدید. اینا رو SMS میکردن قبلا به هم دیگه، دوران SMS بازی. فکر کن پول بدی شارژ بخری بعد به هم دیگه اینا رو بفرستی و بعد ها 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 بخندی. این کتابه و چاپ 1387. میریم سراغ کتاب بعدی. این کتاب هستش، لطیفه‌های فلان. 2000 تومان قیمتش بوده، یعنی این کتاب 2000 تومان قیمتش بوده. الان با 2000 تومان آقای درسته. ویولونیستی که قدری دیوانه بود به همکار ضربیش گفت راستی دوست هنرمندم، میدانی ساختمان بدن ما از چه درست شده است؟ ضربی گفت از خشت آجر و آهن و مقداری سیمان و موزاییک. چی شد؟ من نفهمیدم. یعنی چی؟ بچه شما متوجه شدید؟ دختر جوانی به پدر خود گفت پدر، این نامزد من همینطور برایم خرج می کند. شما میگویید چه کار کنم که دیگر بیشتر از این خجالتم ندهد؟ پدر با تجربه گفت هرچه زودتر با او ازدواج کن، که مثلا دیگه برات خرج نمیکنه اگه باش ازدواج. بریم این یکی هم ببینیم. و چرا باید پشت همچین کتابی راجب کاسکو توضیح بدن؟ اربابی یک زن زشترو و بد اخلاق داشت که مدتی بود به سفر رفته بود و ارباب در غیاب همسرش زندگی را خوش میگذراند. روزی در مجلسی نشسته بود که غلامش آمد گفت ارباب، خاتون به خانه فرود آمد. خواجه با عصبانیت گفت ای کاش خانه روی سر خاتون فرود می آمد. از اونجایی که جوکای اون دیگه خیلی داشت خنده‌دار میشد من دیگه نمیکشیدم. یه مقدار میخوام براتون با پیامک‌های عاشقانه شما رو مستفیض کنم و ببینم که چه پیام‌های عاشقانه‌ای در این کتاب نهفته است. عشق آن نیست که به هم خیره شویم، عشق آن است که هر دو به یک سو بنگریم. Love does not consist gazing at each other, but in looking outward in the same direction. تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن نیست. ببخشید اشتباه شد. میگه تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن نیست.